TTP یک موضوع سردرد در پاکستان تمام شده و امارات اسلامی افغانستان TTP را کنترل بکنه و ما ایره که تصریح میکنیم که درست است، ما در خاک افغانستان TTP را اجازه نمیدیم فعالیت داشته باشه و از اینجا تهدیدات را ایجاد بکنه. آنها میگن نه، شما در خاک پاکستان هم TTP را کنترل بکنید، جلوگیریش بکنید و یا هر قسمی که میتونید کنترل کنید. سرخط خبرها: حمله کوبنده تحریک طالبان پاکستان در کرم جنسی 10 نظامی پاکستانی کشته و تجهیزات نظامی به غنیمت گرفته شد. درخواست غیر اصولی پاکستان از افغانستان. مجاهد گفت خواست پاکستان فراتر از اختیار افغانستان است. امارت اسلامی افغانستان اعلام کرد حکومت ملکی پاکستان خواهان روابط با کابل است اما ارتش مانع می شود. و جزئیات تازه از مذاکرات افغانستان و پاکستان در استانبول. کابل مسئولیت امنیت داخلی پاکستان را در مذاکرات نپذیرفت. مشروع خبرها: حمله کوبنده تحریک طالبان پاکستان در کرم جنسی 10 نظامی پاکستانی کشته و تجهیزات نظامی به غنیمت گرفته شد. صبح امروز جنگجویان تحریک طالبان پاکستان با انجام یک عملیات سنگین و برنامه ریزی شده در منطقه کرم جنسی موازی نیروهای ارتش پاکستان را هدف قرار دادند. بر اساس گزارش ها در این حمله نظامیان پاکستان کشته و شمار دیگری زخمی شدند. منابع محلی میگویند که جنگجویان TTP پس از درگیری شدید توانستند مقدار قابل توجه از سلاح‌ها، مهمات و تجهیزات نظامی نیروهای پاکستانی را به غنیمت بگیرند. شاهدان از تبادله آتش سنگین میان دو طرف خبر دادند که برای ساعت‌ها ادامه داشته است. تحریک طالبان پاکستان در بیانیه مسئولیت کامل این عملیات را بر عهده گرفته و آن را بخشی از جنگ مقدس علیه اشغالگران اسلام آباد خوانده است. ارتش پاکستان تاکنون در مورد جزئیات تلفات و خسارات وارده واکنش رسمی نشان نداده است. تحلیلگران نظامی میگویند که این حمله تازه نشانه ای از افزایش قدرت میدانی تحریک طالبان پاکستان است، گروهی که در ماه‌های اخیر کنترل چندین پاسگاه در خیبر پختونخوا و مناطق قبایلی را نیز به دست گرفته است. درخواست غیر اصولی پاکستان از افغانستان. مجاهد گفته است خواست پاکستان فراتر از اختیار افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان میگوید که پاکستان از ما میخواهد تا جلو حمله های TTP را در داخل خاک این کشور بگیریم، خواسته ای که به باور او فراتر از اختیار افغانستان است. مجاهد در گفتگو با یکی از رسانه‌های پاکستانی همچنان تاکید کرده که بخش‌های همجوار با خط دیورند کوهستانی است و مدیریت آن هزینه بیشتر نیاز دارد. اما در سوی دیگر وزیر دفاع پاکستان در یک گفتگوی تلویزیونی هشدار داده که پاکستان حمله‌های TTP را تحمل نخواهد کرد. این مقام پاکستانی همچنان ادعا کرده هیئت افغانستان در جریان گفتگوهای اخیر خواستار 10 میلیارد روپیه پاکستانی یعنی حدود 35 میلیون دلار آمریکایی برای انتقال TTP یا تحریک طالبان پاکستان شده است. وزیر دفاع پاکستان در تازه ترین مورد و پس از پایان گفتگوهای هیئت افغانستان با پاکستان در ترکیه همچنان هشدار داده که اگر کابل صلح و ثبات را در پاکستان تضمین نکنند با پیامدهای جدی روبرو خواهند شد. خواجه محمد آصف گفت صلح و ثبات باید در پاکستان تضمین شود، در غیر آن صورت توافق با افغانستان هیچ معنایی ندارد. اما ذبیح الله مجاهد گفته است ما هرگز اجازه نداده ایم که خاک افغانستان در برابر پاکستان مورد استفاده قرار بگیرد و اکنون نیز آماده هستیم که تهدیدات امنیتی را که از خاک افغانستان ریشه میگیرد مهار کنیم. اما پاکستان میخواهد که ما جلو حمله های TTP و سایر حمله ها را در داخل خاک این کشور نیز بگیریم. این خواست در اختیار ما نیست. TTP یک موضوع سردرد در پاکستان تمام شده و امارات اسلامی افغانستان TTP را کنترل بکنه و ما ایره که تصریح میکنیم که درست است، ما در خاک افغانستان TTP را اجازه نمیدیم فعالیت داشته باشه و از اینجا
پدیدات را ایجاد بکنه. آنها میگن نه، شما در خاک پاکستان هم TTP را کنترل بکنید، جلوگیریش بکنید و یا هر قسمی که میتونید کنترل کنید. این خارج از ساحه ماست. خواست پاکستان برای فعلا موضوع TTP بود. دیگر چیزای ما در بین نداشتیم که منازعه باشه، چون هر دو طرف امنیت میخواد. امارت اسلامی افغانستان اعلام کرد حکومت ملکی پاکستان خواهان روابط با کابل است، اما ارتش مانع می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان می گوید که حکومت ملکی پاکستان با در نظر گرفتن منابع متقابل تمایل به برقراری روابط با افغانستان دارد، اما حکومت نظامی این کشور مانع آن می شود. مجاهد در مصاحبه با تلویزیون خیبر همچنان گفته است که در داخل ارتش پاکستان به طور تلاش‌هایی برای خراب کردن روابط میان کابل و اسلام آباد جریان دارد. او در این باره گفت صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در کابل حضور داشت و گفتگوهای مثبت با مقامات افغان انجام داد، اما در همان زمان پاکستان بر خاک افغانستان تجاوز کرد. حکومت ملکی در پاکستان روابط برقرار می کند، اما حکومت نظامی آن را خراب می کند. سخنگوی امارت اسلامی افزوده که بسته شدن گذرگاه‌ها از سوی پاکستان خسارات گسترده‌ای به بازرگانان هر دو طرف وارد کرده و به گفته او چنین مسائل باید از سیاست جدا نگه داشته شود. او در پاسخ به پرسش درباره نگرانی‌های پاکستان از گزارش‌های مبنی بر ساخت بند بر دریای کنر گفت که ساخت بند هر گونه فعالیت دیگر در خاک افغانستان به خود افغانستان مربوط می شود و هر کشور بر قلمرو خود صلاحیت دارد. جزئیات تازه از مذاکرات افغانستان و پاکستان در استانبول. کابل مسئولیت امنیت داخلی پاکستان را در مذاکرات نپذیرفت. عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان با پاکستان در استانبول اعلام کرد که درخواست اسلام آباد برای تضمین امنیت داخلی این کشور از سوی کابل در مذاکره اخیر پذیرفته نشده است، زیرا مسئولیت آن به عهده دولت اسلام آباد است. سهیل شاهین سفیر حکومت افغانستان در قطر با عضو هیئت مذاکره کننده در گفتگوهای استانبول اظهار داشت که اسلام آباد در جریان مذاکرات از هیئت افغان خواسته بود تضمین دهد که هیچ رویداد امنیتی در خاک پاکستان رخ نخواهد داد و افزود این درخواست از سوی کابل پذیرفته نشد. وزیر امنیت داخلی پاکستان ارتباط با افغانستان ندارد. ما تاکید کردیم که حکومت افغانستان تنها مسئول آنچه در داخل خاک افغانستان رخ می‌دهد میباشد. شاهین در عین حال گفت که مذاکرات با میانجیگری ترکیه و قطر در فضای دیپلماتیک و سازنده برگزار شد و افزود که گفتگوها برای رسیدن به تفاهم در مورد مسائل باقی مانده در هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. سخنگوی حکومت افغانستان نیز در روزهای اخیر تاکید کرده بود که افغانستان خواهان روابط مثبت با پاکستان است، اما هیچ تهدیدی از خاک افغانستان علیه همسایگان وجود ندارد و مشکلات باید از راه گفتگو حل شود. دومین دور مذاکرات میان افغانستان و پاکستان از 25 تا 30 اکتبر در شهر استانبول با میانجیگری ترکیه و قطر برگزار شد. این گفتگوها در حالی آغاز شد که پس از چند هفته تنش مرزی هر دو کشور توافق کرده بودند برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر به میز مذاکره بازگردند. این بود خبرهای این ساعت. تا ساعت خبری دیگر، خدا نگهدار.